صبح روز 19 ایون سال 2025 پیامد حمله هوایی اسرائیل در گوشه‌های مختلف تهران، مناطق دیگر جمهوری اسلامی مشاهده می‌شد و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دعوت کرد که چاره‌ای برای جلوگیری از تهدید هسته‌ای ایران اندیشیده شود. حکومت اسرائیل اطلاع می‌دهد که روز پنجشنبه شفاخانه ساراک شهر جنوبی بیرشبا با ضربه موشکی ایرانی مواجه شد. یک روز پیش از آن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ تاکید کرده بود که در فکر همراه‌شوی به این نزاع نمی باشد، ولی اگر برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای این عمل ضرور شود، کشورش به جنگ داخل خواهد شد. من بعضی عقیده ها دارم، ولی آن نهایی نشده است. من میخواهم در لحظه آخرین قرار قبول کنم، چون میداند که در شرایط جنگ وضع میتواند تغییر یابد. گفتنیم که وضع امکان دارد از یک حالت اکستریمالی به دیگرش گذرد. روزنامه وال استریت جورنال با تکیه به منبع‌های قابل اعتماد در مأموریت قصر سفید می‌نویسد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برنامه همراه‌شوی آمریکا به حمله‌های اسرائیل را تصدیق کرده، حالا منتظر عکس‌العمل ایران به پیشنهاد دست کشیدن ایران از برنامه هسته‌ایش میباشد. رسانه‌های دولتی ایران گزارش می‌دهند که نظام مدافع ضد هوایی گرد و اطراف تهران ساعت‌های بر وقت صبح 19 ایون فعال شد. منبع‌های نظامی اسرائیل ابراز داشتند که صبح روز پنجشنبه سلسله حمله‌های هوایی در گرد و اطراف تهران جای داشت و بر علاوه یک هدف سوال برانگیز هوایی که از طرف ایران به هوا خسته بود خنثی شد. در عرفه آغاز عملیات، نظامیان اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی به زبان‌های عربی و فارسی به ساکنان منطقه‌های عراق و خنداب واقع در 250 کیلومتری جنوب و شرق تهران هشدار دادند که به زودی هدف‌های نظامی این منطقه مورد آتش قرار می‌گیرند و مردم آسایشته باید آنجا را ترک کنند. در کنار عراق ریاکتور هسته‌ای جایگیر میباشد که با آب وزنین کار میکند. این گونه ریاکتورها در تولید عناصر سلاح هسته‌ای استفاده میشوند. در این بین روزنامه نیویورک تایمز از مقامداران ایرانی اقتباس می‌آورد که ایران به مذاکرات با هیئت آمریکا آماده است و وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی حاضر است در چنین گفت و شنید اشتراک کند. با افزایش تشنج، کشورهای غربی هم تلاش‌های پیدا نمودن حل دیپلماتی بحران را بیشتر کردند. روز 20 ایون وزیران کارهای خارجه آلمان، فرانسه و بریتانیا نقشه دارند با وزیر امور خارجه ایران در ژنو سر میز مذاکرات نشینند. سازمان ملل متحد نیز تصمیم دارد در همان روز بحران را ارزیابی کند.